کسی که میگوید من انسانم، یعنی انسان بودن برای من کافی هست. هر کس هر عقیده و باوری داره ما برش احترام دارم. اگر به قرآن اهانت میکنه باور شخصیش است، به اسلام، به الله، به رسول اهانت میکنه، به مساجد و مدارس و جهاد اهانت میکنه، به حجاب اهانت میکنه، به نماز توهین میکنه، باور شخصی خودش از کار ندارم. من انسان هستم. نه، تو انسان نیستی، تو را قرآن چیز دیگر معرفی کرده. اولئک کالانعام بل هم اضل. این طور افراد مثل چهارپایان و حیوانات بلکه بدتر از حیوانات است. از چهارپای و حیوان هم بدتر است. انسانیت در بند و گرو توحید و ایمان هست، در بند و گرو اسلام هست. در اسلام و دین و شریعت یک موضوع به عنوان فریضه و اصل و جوهر ایمان مسلمان به حساب می آید. اون موضوع مسئله ولا و براء است. ولا به معنای دوستی و محبت با چیزی، با کسی، با گروهی که الله اونها را دوست دارد، الله اون مورد را میپسندد و مورد پسند رب العزت و الجلال هست. دوم براء، اعلام بیزاری و نفرت و کینه‌توزی و دشمنی با کسی، با گروهی، با چیزی که الله او را دوست ندارد، دشمن الله است، مورد پسند رب العزت و الجلال نیست. این مسئله جوهر ایمان مسلمان به حساب می آید. این صفت را مسلمان داشته باشد. امروزه چقدر انسانهای فریب خورده که از دین و ایمان دست شستن، خودشان را روشن فکر تلقی می کنند، شعار می دهند به ما انسانیت کافی هست، ما دین را کار نداریم. معاذ الله. اگر پرسان بکنی به کدام دین هستی، ما فقط انسانیم. برادر مسلمان، اگر یک انسان از چارچوب دین و شریعت و برنامه های قرآنی پا فراتر بگذارد، بیرون برآید، قطعا از چارچوب و قالب انسانیت و آدمیت بیرون میبراید. از انسانیت دیگر محروم است. انسانیت و آدمیت کامل در چارچوب دین و شریعت و ایمان به الله و توحید و یکتاپرستی و برنامه های سعادت بخش قرآنی هست. کسی که میگوید من انسانم، یعنی انسان بودن برای من کافی هست. هر کس هر عقیده و باوری داره ما برش احترام دارم. اگر به قرآن اهانت میکنه باور شخصیش است، به اسلام، به الله، به رسول اهانت میکنه، به مساجد و مدارس و جهاد اهانت میکنه، به حجاب اهانت میکنه، به نماز توهین میکنه، باور شخصی خودش از کار ندارم. من انسان هستم. نه، تو انسان نیستی، تو را قرآن چیز دیگر معرفی کرده. اولئک کالانعام بل هم اضل. این طور افراد مثل چهارپایان و حیوانات بلکه بدتر از حیوانات است. از چهارپای و حیوان هم بدتر است. انسانیت در بند و گرو توحید و ایمان هست، در بند و گرو اسلام هست. اسلام به ما درس داده و آموخته است مسلمان با کسی که الله او را دوست دارد دوستی داشته باش، با چیزی که الله او را دوست دارد محبت داشته باش، و با کسی که الله نفرت دارد، الله با او دشمنی دارد، او با الله دشمنی دارد، با او دشمنی داشته باش، با او دشمن باش. بله، وقتی که میبینیم کسی به حجاب اسلامی توهین میکند، نگوییم عقیده شخصی خودش است. کسی به نماز ما توهین میکند، به الله و رسول توهین میکند، قرآن را به آتش میزند، به قرآن اهانت میکند، نگوییم باور شخصیش است. الله چه میفرماید؟ این آیه قرآن را با گوش دل و جان بشنویم. در آیه 22 سوره مجادله الله متعال میفرماید: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. ای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ قومی را در دنیا پیدا نمی کنی که مؤمنی به الله و روز آخرت باشد، ایمانی به الله و روز آخرت داشته باشد، باز هم با دشمنان خدا و رسول مهرورزی بکن. این طور مؤمن پیدا نمی شود. یعنی خواست ایمان از مسلمان این است که با دشمنان خدا و رسول دشمنی و نفرت باید داشته باشد. کسی که شعار ایمان سر می دهد، باز هم با دشمنان خدا و رسول، با دشمنان مقدسات دینی و شعائر الله اگر مهرورزی می کند، محبت می ورزد، دوستی می کند،
این آیه قرآن او را صف مؤمنین بیرون کشیده است و دیگر مؤمن نیست، مسلمان نیست. قرآن چی میگوید؟ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اگرچند اون دشمنان خدا و رسول پدران مسلمان ها باشند، برادرانشان باشند، اگر پسرانشان و دخترانشان باشند، فرزندانشان باشند، اگرچند قوم و قبیله و خویشاوندانشان باشند. ایمان تقاضا میکند اگر پدرت در برابر خدا و رسول دشمنی داشت، با او دشمنی داشته باش. اگر برادرت با خدا و رسول دشمنی داشت، با شعائر و مقدسات دینی دشمنی داشت، با او دشمن باش. اگر قوم و قبیله در برابر مقدسات و دین استاد می شود، با او دشمن باش. سیدنا حضرت ابو عبیده رضی الله عنه یک 10 یار بیشتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. در جنگ احد، در غزوه احد، وقتی که پدرش در برابر پیامبر قرار میگیرد، در برابر اسلام و صف مجاهدین و مسلمان ها قرار میگیرد، حضرت ابو عبیده سر پدرش عبدالله بن جراح را از تن جدا میکند. بله، بعد این آیه نازل میشود. حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. در غزوه احد وقتی که برادرش عبید پسر عمیر در برابر پیامبر و دین و اسلام و مجاهدین قرار میگیرد، سر برادرش را از تن جدا میکند. حضرت عمر رضی الله عنه مامای خود را، عاص پسر هشام، وقتی که در غزوه بدر در برابر مجاهدین و صف مسلمان ها و پیامبر قرار میگیرد، سرش را از تنش جدا میکند. یک روز ابو قحافه پیش از مسلمان شدنش پدر صدیق اکبر رضی الله عنه به محضر حضرت ابوبکر رضی الله عنه پیامبر را دشنام میده. حضرت صدیق اکبر یک سلی محکم به روی پدر میزند، زمین، پدر به زمین میخورد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبر میشود، از حضرت ابوبکر سوال میکند: ای صدیق اکبر، واقعا تو پدر را با سلی زدی؟ گفت بله ای رسول خدا. گفت ای صدیق اکبر دیگر این کار را نکن. حضرت صدیق اکبر چی میگوید؟ میگوید والله یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگر همون لحظه شمشیر به دست من میبود، سر پدرم را از تن جدا میکردم که در برابر شما گستاخی و بیادبی کرد و شما را دشنام داد. الله بعد این آیه را نازل میکنه: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اینها کیها هستند؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اینها افراد مؤمنانی هستند که الله سبحانه و تعالی ایمان را در سرزمین دل و قلبشان به معنای واقعی محکم و استوار نموده است. و ایدهم بروح منه، و از نیرو و روح جانب خودش این مسلمان ها را تأیید نموده و مورد نصرت قرار داده است. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. این پیام قرآنی هست. بنابراین باید با دشمنان خدا و رسول دشمنی داشته باشیم، با دوستان خدا و رسول دوستی و محبت داشته باشیم. نفرت و محبت ما به خاطر الله باشد. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی که محبتش به خاطر خدا، نفرتش به خاطر خدا، عطا و بخششش به خاطر خدا، منع و بازداشتنش به خاطر خدا باشد، رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده به پایه کمال ایمان و تقوا رسیده است. بنابراین این موضوع را همیشه در نظر داشته باشیم. ولا و برا، تولا و تبرا به معنای واقعی خودش اصل و جوهر ایمان فرد مؤمن و مسلمان به حساب می آید. شعار غرب زده ها و دموکراسی زده ها را نخوریم که هر کس می دانه باور خودش، موسی به دین خود و عیسی به دین خود. نه، ما مسلمانیم. همانطوری که خود ما احترام به شعائر الله و مقدسات دینی داریم، اجازه به احترامی هم ندهیم که به محضر ما زنده باشیم به مقدسات دینی توهین و اهانت شود. ما مسئولیت داریم باید از این موارد با ارزش و مقدسات دینی ما حمایت و دفاع بکنیم.